سلام دوستای عزیزم، خوش آمدید به پیج خودتان. و امروز هم بسیار خوشحال هستم که میخوایم اولین پادکست خود در پیج سولو افغان گرل به اشتراک بگذارم که شما هم از او مستفید شوید و کسایی که تازه به پیج من آمدید خوش آمدید. خب امروز هم میخوایم درباره موضوعی صحبت کنم که شاید ساده به نظر برسه، ولی واقعا این کار میتونه که روز انسان را تغییر بده. و امروز میخوایم درباره صحبت کنیم که چطور صبح خود را با انرژی مثبت شروع کنیم. خب خیلی از ما صبح وقتی که از خواب بیدار میشویم حس سنگینی داریم. بعضی وقتها هنوز چشم باز نکرده ذهنمان پر از فکر و استرس است. ولی واقعیت این است که صبح مثل یک صفحه سفید است. تو تصمیم میگیری چی روی آن بنویسی. اولین نکته، برنامه صبحگاهی مشخص داشتن است. مثلا تصویر کن که کسی صبح که از خواب بیدار می شود فوراً گوشی را می گیرد و وارد شبکه‌های اجتماعی می شود. ذهنش پر از تصویر و حرفای بقیه می شود بدون اینکه حتی خودش را حس کند. اما در مقابل او کسی است که صبح وقتی از خواب بیدار می شود چند نفس عمیق می کشد، صورتش را می شوید، آب می خورد و چند نفس عمیق می کشد. همین چند دقیقه کار ساده باعث می شود حال اون نفر تغییر کند. تو کدام را انتخاب می کنی؟ نکته دوم، قدردانی و فکر مثبت است. من همیشه میگویم که ذهن ما مثل خاک است، هرچی در آن بکاری همان رشد میکند. مثلا صبح که بیدار شدی به جای گفتن که آه باز صبح شده بگو خدا شکرت که امروز رو دوباره به من دادی. 3 چیز را به یاد بیاور که بابتش شکر گذاری. شاید فقط یک چای گرم یا خانوادت یا حتی این که زنده ای و نفس میکشی. همین حس انرژی روزت را تغییر میدهد. نکته سوم، حرکت دادن بدن است. لازم نیست باشگاه بری یا تمرین سخت انجام بدهی. حتی برای 5 دقیقه کشش ساده یا راه رفتن تا حیاط خانه بدن را بیدار میکند. مثلا من خودم وقتی که صبح از خواب بیدار میشوم چند حرکت کشی انجام میدم و نفس عمیق میکشم و یک مدیتیشن کوتاه انجام میدم که واقعا بعد او کارا حس میکنم که خون در بدنم جریان پیدا میکند و ذهنم روشن‌تر میشود. امتحان کن، واقعا تاثیر دارد. چهارم، صبحانه و آب کافی. بدن ما بدون سوخت کار نمیکند. خیلی ها صبح فقط چای میخورد و بعد میگه چرا خستم. یک گلاس آب، نان و تخم مرغ یا یک میوه ساده میتواند تمام روزت را متفاوت کند. باور کن این کار کوچک حس بزرگی میدهد. پنجم، برای امروز هدف کوچک تعیین کن. لازم نیست کار بزرگی باشد. مثلا بگو امروز فقط 10 لغت انگلیسی یاد میگیرم یا فقط 1 صفحه کتاب میخوانم. وقتی شب میخوابی و میبینی کاری که گفته بودی انجام دادی حس موفقیت بهت میدهد، حتی اگر کوچک باشد. و آخرین نکته، دور ماندن از فضای مجازی و خبرهای منفی در اول صبح است. سعی کن تا وقتی حالت خوب نشده سراغ خبرهای منفی یا گپ‌های ناراحت کننده نری. شبکه‌های اجتماعی نری. ذهن تو مثل یک گلاس خالی هست. نگذار کسی صبح آن را با حرفای منفی پر کند. یادت باشد هر صبح فرصتی است برای شروع دوباره. حتی اگر دیروز سخت گذشت، امروز هنوز می توانی از نو بسازی و بدرخشی. لبخند بزن، نفس بکش و به خودت بگو من میتوانم، چون واقعا تو میتوانی. اگر این پادکست برایت مفید بود پیجم رو دنبال کن و بنویس تو چطور صبح خود را با انرژی مثبت شروع میکنی. تا پادکست بعدی قوی بمان و با عشق زندگی کن. بای بای.